سلام به همه عاشقای تکنولوژی. امروز می‌خوایم با هم یه سری ترفند باحال در مورد پاور بانک یاد بگیریم. آماده اید؟ بزنید بریم. اول از همه باید یه پاور بانک مناسب خودتون انتخاب کنید. ظرفیت پاور بانک خیلی مهمه که با واحد میلی آمپر ساعت نشون داده میشه. ببینید چقدر به شارژ کردن گوشیتون یا دستگاه‌های دیگه نیاز دارید و بر اساس اون یه پاور بانک با ظرفیت مناسب انتخاب کنید. اگه هم چند تا وسیله دارید که میخواین همزمان شارژ کنید، پاور بانکی رو انتخاب کنید که چند تا درگاه خروجی داشته باشه. یه سری از پاور بانک ها هم قابلیت شارژ سریع دارن که میتونن خیلی به کارتون بیان. حالا بریم سراغ نحوه استفاده درست از پاور بانک. همیشه از کابل های مناسب برای دستگاه هاتون استفاده کنید. پاور بانک رو در معرض دمای خیلی بالا یا خیلی پایین قرار ندید، چون ممکنه بهش آسیب بزنه. برای اینکه همیشه آماده به کار باشید، بهتره قبل از اینکه از خونه بیرون برید، پاور بانکتون رو کامل شارژ کنید. هر چند وقت یه بار هم سطح شارژش رو چک کنید که یه وقت غافلگیر نشید. و مهمتر از همه، ایمنی رو فراموش نکنید. از برندهای معتبر و با کیفیت پاور بانک بخرید و بعد از اینکه دستگاهاتون کامل شارژ شدن، اونها رو از پاور بانک جدا کنید تا بیش از حد شارژ نشن. شما ترفند دیگه‌ای برای استفاده از